به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند، علاقه‌مندان به فوتبال. از پیش رو برداره، موفق نبود و عقب‌تر میتونه ضربه‌اش رو بزنه. ضربه که زد و حجت صدقی مهارش کرد. سید علی یحیی‌زاده در سمت راست صاحب توپ هست، خودش تک و تنها است بین 6 مدافع. و عقب‌تر رستمی، سعید محمدی فر، خود محمدی فر رو موقعیتی که از دستش داد، یه لحظه توپش رو گرفت سعید طالبی. موقعیت خطرناک است برای تیم داماش. میرسن پشت مدافعان و حجت صدقی است که بیژن میزنه. یک بار دیگه باید ارسال انجام بشه، این بار بلندتر و باز هم توپ برمیگرده. یک بار دیگه زارعی، فرصت برای تیم چادرملو. ضربه‌ای که با اختلاف اندک از بالای دروازه راهی اوت شد. یحیی‌زاده ضربه‌اش رو بزنه. اتابک زارعی فقط‌تر علی رستمی ضربه‌اش رو زد. فرصت برای حبیبی نژاد، نذاشتن ضربه زنی بکنه خود هادی حبیبی نژاد در سمت چپ. اتابک زارعی، ارسال انجام شد. این ضربه سر رو توپی که در اختیار گرفت دروازه‌بان تیم داماش و اعتقاد دارن که توپ به دست برخورد کرده. ارسال‌های خوبه سعید طالبی، ارسال انجام شد، بلند هست، ضربه سر رو هم زد که حجت صدقی توپ رو به کورنر فرستاد. میه جاوید و عقب‌تر با سیرس صادقیان میبره به سمت راست، جایی که سعید محمدی فر اونجا حضور داره. خود محمدی فر میاره رو پای چپش، ارسال انجام شد. این ضربه سر و گل! یه گل زیباست. بازیکن تیم چادرملوی اردکان روی ارسال بی‌نقص سعید محمدی فر با پای چپ. یک بار دیگه با هم ببینیم ارسالی که با پای چپ بدین ترتیب انجام داد و این ضربه سر بی‌نقص گرفت. باز هم جالب دور نکردن، همچنان موقعیت برای تیم داماش. ضربه‌اش رو هم زد که راحت توپ رو در اختیار میگیره. کردم آقای پاس گل هستن دیگه. دست اول تا این لحظه خود محمود آبادی، ارسال انجام شد. این ضربه سر و گل! گل دوم کاپیتان علی طاهران به ثمر میرسونه تا رضا محمود آبادی هم در جدول آقای پاس گل بتونه خودش رو بالا بکشه. روی 2 ارسال و 2 ضربه سر تونستن دروازه رو باز بکنن. حالا در آغوش سعید اخباری قرار میگیره. کاپیتان تیم چادرملو همینجور داره همه رو بغل میکنه. تیمون اونجا در آغوش گرفت. ارسالی که انجام شد و باز هم در میانه محوطه 5.5 متر بود که رو انجام بده. سمت راست محمدی فر خالی هست. خود بلبلی، یحیی‌زاده، یک بار دیگه خود یحیی‌زاده میتونه ضربه‌اش رو بزنه. خود یحیی‌زاده همچنان یحیی‌زاده و توپی که با اختلاف کم از کنار دروازه به بیرون رفت. از بین 2 نفر عبور کرده. خود مسلمی توپ رو میبره به سمت راست. یحیی‌زاده استاپش رو کرد پشت محوطه. رستمی میبره به سمت چپ. اتابک زارعی، ارسال از خود اتابک، خودش رو رسوند و توپی که به تیر کوبون سید علی یحیی‌زاده. چادرملو رفته و پشت خط دفاعی دراز کشیده. موقعیت خطرناک است برای تیم داماش. ببینیم چجوری ضربه‌اش رو میزنه. ضربه‌ای که زد و از بالای دروازه با اختلاف نسبتاً کمی به بیرون رفت. مراقبت نفر به نفر در محوطه جریمه ارسال انجام شد. ضربه سر رو مدافعان تیم چادرملو زدن و این هم سوت پایان دیدار و پیروزی 2-0 چادرملوی اردکان.